امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 44 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم کوهستانی که اثر استاد ابوالحسن صبا هست رو با همدیگه یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. قطعه شماره 44 یه قطعه دو ضربیه، دو چاره. شمارشمون براش به صورت 1 و 2 و اوم شه. اگر که تو اینا مشکل دارید توی حالا شناخت عدد میزان و شمارش و اینها، به ویدیوهای قبلی مراجعه کنید، درس‌های قبل رو تمرین بکنید تا خوب یادش بگیرید و بعد بیاید سراغ این قطعه. بریم با هم دیگه شروع کنیم نوازندگیشو کار بکنیم. اکثر نکاتی که توش داریم رو توی درس‌های قبل هم داشتیم، ولی صرفا فقط یه اشاره می‌کنیم که یادآوری بشه و خوب یادش بگیریم. بیشتر جاهایی که توی این قطعه دارم نگاه می‌کنم، بیشتر جا از نظر جمله بندی دو میزانه. یعنی سعی می‌کنیم بیشتر دو میزانی بخونیم که ارتباط بین جمله‌ها حفظ بشه. نوتامون چیه؟ یه سول ضرب، بعد ر دو سی دو ر دو. پس میزنیم سول ر دو سی دو ر دو با شمارش 1 و او 2 و او 1 و او 2 و او. اینو باید بزنید، خوب یادش بگیرید، چند بار تکرارش بکنید. وقتی که خوب شد میریم سراغ جمله بعد. حواستون باشه که بعد از این میزان علامت تکرار دو میزان قبل داریم، یعنی این تیکه که الان زدیم باید دو بار اجرا شه. پس میشه دوباره. بریم سراغ قسمت بعد. دو میزان آخر خط اول خیلی شبیه به همینه که الان زدیم، فقط آخرش یه دونه فا اضافه داره. سول ر دو سی دو ر دو فا. پس میشه ر دو سی دو ر دو فا. خیلی ساده. و دو میزان بعد، یعنی دو میزان اول خط دوم، دقیقاً تکرار دو میزان اول توی خط اوله، همون تکرار میشه. پس من یه دور از اول تا اینجایی که الان گفتم رو میزنم، از اول تا دو میزان اول خط دوم. تکرار. حالا با فا. تکرار دو میزان اول. خیلی ساده. الان ما این یه خط و نیم رو یاد گرفتیم. میریم سراغ دو میزان آخر خط دوم. با یه سکوت چنگ شروع میشه. 1 او سکوته، بعدش داریم ر می کرون فا. حواسمون باشه این نوت می اگه کنارش علامت کرون نبود خرک هشتم سفید بود، اما چون علامت کرون داره خرک اول پشت خرک میزنیمش. پس میشه ر می فا، ادامهش دو ر دو. دو ر دو که همون تکرار بالایی که چند بار زدیمش. پس میشه ر می فا دو ر دو. بعدش تکرار دو میزان داریم، یعنی این دوتا میزان آخر خط دوم باید دوباره تکرار بشه. خیلی خوب. این دو میزان رو من با شمارش دو مرتبه اجرا میکنم. 1 و او دو او و او 1 و او دو او و او 1 و او دو او و او 1 و او دو او و او. میریم سراغ خط سوم. خط سوم 4 تا میزانش، 4 تا میزان اول خط سوم دقیقاً تکرار دو میزان آخر خط اول و دو میزان اول خط دومه. بلدیمش دیگه. سول ر دو سی دو ر دو فا، سول ر دو سی دو ر دو. پس میشه به همین سادگی. یکم اگر تمرکز کنیم، یکم اگر سعی کنیم جمله بندی ها رو یاد بگیریم، حفظ کردن قطعه کار سختی نیست. پیدا کردن اون روابط بین جمله ها هست و مسیریابیش روی سنتوره. جمله بعد میزان آخر خط سوم باز با یه سکوت چنگ شروع میشه و بعد همه نوتا فا هستن. فا 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 فا. خط بعد دو ر دو که تکرار قبله. پس میشه فا 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 دو ر دو 1 و او دو او و او 1 و او دو او و او
یک و دو و او. بعد از علامت تکرار نوتامون میشه فا سی سی فا سی سی فا سی سی لا سل. پس شد فا سی سی فا سی سی فا سی سی لا سل. یه بار دیگه میزنم یک و دو و او یک و دو و او. دو میزان بعد میزان آخر خط چهارم فا سل لا سی، خط پنجم فا سی سی لا سل، تکرار میزان قبلی. پس شد فا سل لا سی فا سی سی لا سل. یک و دو و او یک و دو و او. ولت یک فا دو 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 فا دو 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 دو. و این وصل میشه به جایی که دو خط تکرار باز شده، خط چهارم یه میزان مونده به آخر. پس در واقع داریم فا سی فا دو 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 فا سی سی لا سل. ولت یک رو من با اون میزانی که قرار تکرار کنیم با هم دیگه در نظر میگیرم. و بعد دوباره فا سل لا سی فا سی سی لا سل. حالا میریم سراغ ولت دو. میدونیم دیگه ولت یک برای بار اوله، توی تکرار به جای ولت یک ولت دو رو اجرا میکنیم. ولت دو هست فا دو سکوت سی سی. اینا رو دیگه یه میزان میبینیمشون. فا دو سی سی، سکوتی که بینشه خیلی مهمه. فا دو سکوت سی سی میشماریم یک و دو و او. میزان بعد میشه فا سی سکوت لا لا فا سی سکوت لا لا، میشه یک و دو و او که این قسمت بعد دو بار اجرا بشه. اینجا علامت تکرار دو میزان دوباره داریم، یعنی فا دو سی سی فا سی لا لا دو بار اجرا میشه. میریم خط بعد فا سی لا لا فا لا سو سل سل. پس کل خط آخر میشه فا سی سکوت لا لا فا لا سل سل سل. با شمارش میزنمش یک و دو و او یک و دو و او یک و دو و او. یه دور از اول تا آخر قطعه رو میزنم که متوجه بشید حالت قطعه به چه شکل قرار باشه. و بعد وقتی که این قطعه با مترونوم بخوایم اجرا بکنیم، خب سرعت رو به ما داده سیاه مساوی با 66. پس مترونوم رو روی دو ضربی سرعت 66 تنظیم میکنیم. 66 و دو ضربی. یک و دو و او یک و دو و او. دقیق. یک و دو و او یک و دو و او یک و دو و او یک و دو و او.
این هم اجرای این قطعه با مترونوم. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.